بار دیگر سلام میگم به همه اونهایی که این لحظه هم رو تماشا دارند. چون همیشه در همین وقت یعنی ساعتی رسیده با وقت پراگ من در خدمت شما قرار میگیرم. بینندگان عزیز با سرخط خبرهای روز تا اینکه شما بعد از 3 ساعت دیگر بازم در برنامه خبری در همین جا در آزادی ویدیو با ما پیوست شوید و برنامه را تماشا کنید که فراگیری موضوع روز تاجیکستان و جهان است. تقدیرش را حل میکنند. تفتیش قضیه کبیروف پسری عوضخان کبیروف ملک بزرگ سلطانی کبیر به پایان رسیده است. کبیروف 19 ساله در سر زدن صدمه مرگباری متهم می شود که باعث هلاکت 2 نفر شد. پرونده علاقه در اختیار یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه گذاشته شده است. اگر گناه کبیروف ثابت شود به او تا چند سال زندان تهدید میکند. در برنامه خبری تفصیلات خواهیم داد. باعث به یادآوری است که صدمه مرگبار شب 23 مارس در روبروی بینای ساختمان اشنا تمام خدمات علاقه و در نزد بینای پارلمانی تاجیکستان در پایتخت رخ داد. این حادثه واکنش‌های تندی را در جامعه تاجیکستان به بار آورده بود. آمادگی به سامیت مقامات انتظامی از ساکنان ناحیه‌های تاجیکستان خواستند 2 روز نیمه ماه ایون به ضرورت به دوشنبه نآیند. ریاست امور داخلی دوشنبه با نشر یک آگهی رسمی در وبسایت وزارت امور داخلی گفت به سبب برگزاری نشست مشورت همکاری و تدبیرهای باوری به آسیا چند راه مرکزی دوشنبه و یک قسمت شورای دوشنبه خود چناق بسته می شود. نشست مذکور که در آن قرار است رهبران 27 کشور شرکت ورزند روزهای 14 و 15 ایون در دوشنبه صورت میگیرد. عین زمان از ساکنان پایتخت خواسته شده است که در این 2 روز با ماشین به جای کار یا دیگر محل نروند و از نقلیات عمومی استفاده برند. درباره ویژگی‌های دیگر آمادگی به این چاره‌بینی در برنامه خبری برای شما بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر معلومات بیشتر خواهیم داد. مرگ در غریبی و یا تیری که رشته زنی دیپلماتی توجیک تبار را در امریکا برکند. چند روز پیش در واشنگتن لاله غلام و زن 45 ساله توجیک از دست شوهرش به قتل رسید. بعد کشتن همسر توجیکش خود مرد نیز خودکشی کرده است. از این جفت دو فرزندی نابالغ یتیم ماند. در برنامه امروز پدری لاله غلام و درباره زندگی دخترش و چگونه تو به امریکا رفتن و کار و زندگی او در آن کشور نقل خواهد کرد. ما ایوان گالونوف هستیم و چگونه بازداشت خبرنگاری تحقیقگری روس در مقیاس جهانی سر و صدا برانگیخت. ایوان گالونوف که به فروش مواد مخدر متهم می شود عین زمان در حبس خانگی است. اما گروهی از خبرنگاران چند رسانه روسیه گفتند پرونده ایوان گالونوف که درباره فساد و رشوه‌خوری در میان مقامات بلندپایه گزارش میداد بی اساس و دارای انگیزه‌های سیاسی است. خود گالونوف روز گذشته در تالار دادگاهی پشت پنجره با اشک در چشم ظاهر شد و شما میتوانید این گزارش رو در برنامه خبری تماشا کنید. و البته چون این صبح هم درباره بازداشت گروهی از شهروندان تاجیکستان در روسیه با گمان قتل یک ورزشگر روز برای شما خبر داده بودیم و این موضوع را حتما ما پیگیری خواهیم کرد و خواهیم دید که مقامات تاجیکستان در رابطه با این بازداشت چی نظر دارند. خب فکر میکنم ما تا شروع برنامه خبری با چند مطلب دیگر نیز در اختیار خواهیم داشت که میتونید در برنامه خبری تماشا کنید. فراموش نکنید ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو.